سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل BRXZ 2024. من متین BRX و ایشون هم محمد BRZ هستن، همراه همیشگی چنل ما. بچه‌ها محمد به فرام زن بزن. فیلم بردار نیست. فیلم بردارمون شاید نیاد شاید. بچه تا محمد به زن میزنه بیادی و من توضیح بدم. امروز ما قراره ولاگ گشتنمون رو بگیریم. البته بعد یه ویدیو دیگه هم بگیریم، ولی بعد ولاگ میریم اونو میگیریم. اون چرا اینقدر به هم ریخته است؟ بچه‌ها قرار بود تیپ سیاه بزنیم. من از کفشم تا ماسکم سیاهه. و محمد تیپ سیاه زده. تنها چیزی که سیاهه بلوزش با کیفشه، یعنی نه شلوارش نه اون سیاه نیست. سلام فرام. داش اگه اونجوری که من قاب گوشی در بیارم بگم سیاه گوشی. شده بابا جون. خب بچه ها از همینجا شروع میکنیم و میریم. چه محمد متین مریضی ها. من راست میگه. بچه من امروز نمیخواستم بیام و گفتم بذار ویدیو رو بگیریم، چون بچه ها ویدیو رو بعد میگرفتم دیگه، چون پرها احتمالش بود نیاد و گفتم محمد که نمیتونه تکی بگیره، بعد که شما من نباشم شما اصلا ویدیو رو نگاه نمیکنید. گفتم پس بیا. مهم نیست، فقط متین بیارکس. من اسم گنگمون رو انتخاب کردم، بیار گنگ. ببین چون هم تو بیار داری هم من بیار دارم. آها میگم یه یارگنگ. نه بیار گنگ. بعد اون فلک رو سانسور کنم. نه پلاک مردم نگید دیوونه. سانسور میکنم. قطع کن. سانسور میکنم. بچه تا ما برسیم به مقصد شما برید یه چیز یعنی میل کنید. خب بچه امیدوارم صدامون الان خوب بیاد. بچه داشتیم یه جور رد میشدیم، الان ویدیوش هم گرفتم، اون یکی رو براتون میذارم که از شکل اون چیزه هله نداشت. یه دونه نگاه پنجره طور بود، یه پنجره طور بود. نه در پنجره. آره. و بچه محمد به من گفت اینجا چجوری میخوام برم بالا. گفتم از اون بر راه داره. نه داشتم اینو وایسا. تست کردم. بچه بعد گفت من میخواستم تو رو تست کنم. اگه شما هم از این دوستا دارید که مثلا میگه من میخواستم تو رو تست کنم و از این چیزا هر وقت به اشتباه میکنن، تو کامنت ها بنویسید آره دارم. محمد که اینجوریه. یکی دیگه هم از کسی که اینجوریه 100% محمد رضاست. الان این ایرپود میشه با چیکار بکنه؟ فکر کنم صدا بهتر بده. من تو اینو بده. نداشتم. نه نمیخوان داشت. ایپادم رو نمیخوان. تو به دردشون نمیخوره، جاشو نداردم. دادش میرن یه دونه جا میگیرن، یه دونه ایپاد کامل میگیرن و مثلا این تمام شد شارژش از اون یکی برمی‌دارن استفاده میکنن. جایگزینی. چرا رسید خیابون اصلی؟ من دوری رو برگردونم. خب من احساس کنم ویدیو نگیرم. من احساس کنم نگیری ولی باید بگیر. میگیری. دیگه نگیرم. ببین یه جوری میگیرم که مردم نفهمن. کفشم احساس یکی الان میاد. قطعش کن. احساس یکی الان میاد. گوش کن. احساس کنم یکی الان میاد. گوش کن دارم حرف میزنم. احساس کنم یکی الان میاد میگه چه داری از ما ویدیو میگیری؟ هیچ نمیشم من. قطعش کن. میشه اصلا بچه گرفته، ببخشید مریضم. محمد یادش افتاد بیاد کارت کنه. داره کارت میکنه. رمز تو به ما هم بگو ای مرد بزرگ. چون محمد میخواست انتقالم بزنه، بعد هم انتقال زد. اول انتقال زد، بعد میخواست کارت به کارتم بکنه و کارتو گرفت دوباره انداختش. اینقدر خنگه. حرفی نداری. اشتباهی دادم متین. بچه دید گفتم محمد از اون آدم هست. چه بریم ادامه بلک.
بچه ما رسیدیم پاسای نجیب از این بقیه بگیرم قد چند از این بقیه بگیرم اینو بعد بره روز مادر برشون میگم مادر آره چه آرزو چه آرزوهایی برهای اصل داره بچه اگه دوست داری توی شورت ویدیو برای تو اورو اصل با اینی که ایرانی خودشون ساختن بگیرم براتون بریم فرق براتون بگیرم و برش مقایسه‌شون رو براتون بذارم توی شورت ویدیو بهم بگید کیتکت داره کیتکت بخوای بگیر اورو بگیر خب چهار 81 موقع دست در نکنه و عزت دوستت بچه محمد آدم خیلی خوبه 55 شما 52 بچه این ولاگ دیگه هم مگو نره من چرا؟ من نمیخورم چرا؟ من چه خواهید که؟ ربطی نداره ها؟ برو بابا نمیگیره به من چه خودت گرفت محمد حالا هر وقت میگم بگیزن چطور؟ پارک نمی اومدی؟ تا چه همش دختر نه زن است محمد از اونو برای من بگیر بیا بچه محمد در تولدم قرار از این باید یکی میخواد برای من اینا بخواه ارزوی؟ من میخوام اینا بگیرم باید تولدم از اینا چند اینا؟ نمیدونم زیادتون سلام داشتیم اینا چنده؟ فوندرا ما الان تو تخفیفمون شده یه 590 2800 داشت برای تولدم بگی برای تولدم نگی داشت برای تولدم برو یه دونه لپتاپ بگی داشت به جایی که بدی توی کاپشن 2 میلیون بدی داشت همون 2 میلیون عزیزم ببری بدی یک لپتاپ برای من بگیری 2 میلیون بخواد لپتاپ اینقدر بگیری تبلت برای اصلا یه گوشی بگید با 2 میلیون خیلی بیشتر به رقم میخوره بچه ها تست کیت هم تو بلاگمون داریم نه من دست هم کنم 25 شونده اصلا اولش بگو چند میدی مازه تک میدی دست اصلا نظرم چیز خاصی نیست که اصلا 52 تومن بخواد پولشو بدیم بچه ها نظر من دیگه بدیم چطور بتابیه برو یه دونه چیز بگیر اسمش چی بود؟ آن رنگارنگ خیلی بیشتر حال میده مگه نه؟ نه
تو رنگارنگ فن نیست. چه اونا که عاشق رنگارنگن تو کامنت ها به من بزن رنگارنگ. ما برای الان میریم برای تست یه ویدیو دیگه است. یا بعد بچه ها نگاش کنید که تو پرنده دوه مام بابا. اوه این رفت اون بر اون رفت دنباله. و تو خاطر خوبی از پرنده نداری ها. حالا میرینن روت. آقا یه خواستر من خرید کنم یا بشین رفتیم سریع آسان تا بریم دیگه. رفتیم سریع آسان تا و در رفتم تو داخل تو صف هم بودیم. من در میرفتم داخل اینجا دو تا گنجش همینطور داشتیم دنبال هم میرفتم. من سامرم تو با هم خوردن تو کله من نه بگم مدیرمون نازمون خودت نمیخواد حتی بچه بود بقیمون رو فقط داشتم به من میکنم تورنوز؟ نه خوردیم سال پیش که نبود. آه سال پیش؟ بچه ها خدا من اصل میکنم بچه نمیدم چی شنیدی نمیدم شنیدی ولی زنه میگفت کل خدا من اصل میکنم. چی؟ بارد گاهی خود بده من پول نمیدم خودش تو به اون بده پولشو میزنه خواهم 20 تومن دیگه 30 تومن تو 40 تومن بعد میدادی من 10 تومن همون موقع بهت دادم نیست. نه چقدر اضافه کشیدی؟ چقدر اضافه؟ 30 تومن اینجا 25 نه 25 همه برای بریم ببین رفت نمید بعد بودو بریم اونجا برام چرا اول بعد بودو بریم اونجا برام محسن بعد چی بگیریم بریم بگردیم نگی بسر خیابونی بچه ها قارون اومد که باید باشه ما اینقدر نه بچه هست وسط خیابون داره قشنگ میکنه چه بارون اومد شانس ها خیلی خوب کی گفتی شانس ها بچه ها تهران اونایی که حالا تهران زندگی میکنن میدونن مقصد تهران سر شاید سالی 2-3 بار بارون کنه و دقیقا روزی که ما داریم ویدیو میگیریم بعد بارون بیاد چقدر احتمال داره چیز زود داریم بچه ها آخره ولاگ بچه آخره ولاگه خدافزی کنیم داریم میریم سمت خونه خب دیگه بریم جلوتر خدافزی میکنیم همینجا زود خدافزی کنیم بچه ها لایک کامنت ساب فراموش نشه زنگوله کنارش هم بذارید رو همه سیاهه همین دیگه یه دونه مستطیله قرمز بذارید بیش ساب میشه لایک هم یادتون نره که خیلی از من حمایت میکنید و ویدیو بالتر میتونم براتون بزنم خداحافظ.